قلبت برای کی میتپه؟ بهش فکر کن. به عزیزترین آدمهای زندگی فکر کن و به این فکر کن که موفقیت تو چقدر روی اونا تأثیر میذاره. به این فکر کن موفقیت تو چقدر اونا رو خوشحالتر میکنه. به این فکر کن موفقیت تو چقدر باعث میشه که اونا احساس خوشبختی بکنن. پس میبینی فکر کردن به آدم‌هایی که دوستشون داریم به ما انگیزه میده که حرکت کنیم و به خاطر اونها هم که شده تسلیم نشیم و پاپس نکشیم. الان توی دور زمانه‌ای شده که قلب همه داره آروم میزنه، اما به عزیزترین آدمای زندگیت بگو برای تو قلب من تون میزنه. تمام. ضربان قلب من تون میزنه، میخواد آروم بزنه.